درود فراوان و شما دوستان عزیز خانم آبون فرزندی امیرعلی خانم‌دید. این آقا داره زیرک میزنه زیر دستای تیچه یا دستی. این تیچه های کارگاه آقای صادقی اینجا نگاه کنید، قشنگ جوش میخوره. این تیچه های دستی هم قشنگ جوش خورده و اما تیچه های صنعتی اینجور نیستن، خیلی یعنی در حال محکم کاری خیلی لحاظ تیچه های صنعتی بهتره. حالا قشنگ جوش میده اینا، خیلی زیبا. اینا اینجا تیچه هایی که دست ساز باشن بهتر از اونی که برای صنعتی کار کنه. تیچه های صنعتی بخار میدن، بخارشون چی محکم نمیشه دیگه، بخاری میدنشون دیگه تمام. موقعی که زیر سقف قرار میگیرن، اون لحظه ای که بتون که روی سقف قرار میگیره یه آب و نم اون بتون به این تیچه های صنعتی که میخوره سریع تیچه رو خراب میکنه، تیچه خم میاره. و اما اینجا نه، اینجا نگاه، از زمانی که این تیچه ها رو که توی قالب قرار میدن، هم آبشون میدن یه چند روزی، بعد از آب دادن روی توی قالب تو این سقف میدنشون تو سقف. حالا از زمانی که ساخته میشن تا کنار سقف، تا روزی که کنار سقف میرن، اینا تو این سقف آب هستن. دیگه نیازی نیست که اون روز دوباره آبشون بدی که موقع از سقف خارج میشن آبشون بدی، مهم نیست. اینجا هم که دوباره که همون موقع بتون هم ریخته شد دیگه راحت همون روز آب بهشون میدن. اینجا هم تیچه داخل قالبه، داخل قالبه. اینجا هم دوتایی با میگل 16 زده میشن، با میگل 16. هرچی ارتفاع قد تیچه ها طولانی باشه با میگل 16 اینا رو میزن، چه کوتاه باشن میگل 14. این تیچه هایی که زده روستا قشنگ هر چی که میخواستی بزنی خواهشم با تیچه های دست ساز بزنی. میدونی که چه کار داری میکنی. تیچه های صنعتی اصلا اعتماد بهشون نکنید که خیلی ضعیفن، محکم نیستن. هم علاوه سیمان که داخلشون ریخته شده، هم علاوه میلیارا و جوش نقطه میزنن، هم فایده نداره.
قشنگ اینا تیچه نزدیک 7 متری، این خودش 7 متر. این خیلی گوشگاه، کارشان خیلی درسته، دمشگر. این خود تیشه آماده کرده برای بذاره تو قالبا. اینا تیشه بالاشون 14 زده، پایین 16. از کار پایین 16 بزنید، بالا 14. اینجوری هم داره زیزاک میزنه و میگه 8 زیزاک میزنه و میگه 8 و میگه 8 داره زیزاک میزنه. کارشم خیلی درسته، دمشم گرم. اینجا بگیرین یا بالای تیچه با میگه 14 که 12 فکر کنم، با 12 زده. پایین بعضی همون 12 زده، بعضی با 16. اینا 16